رعشه ها یا لرزه ها نظر به این که در چه حالت در نزد یک فرد ایجاد شده تقسیم بندی داره. کسی هست که رعشه را در حالت رست تجربه میکنه، مثلا اینجا قرار شیشته سرش تکان داره. این حالتی است که به نام رستینگ تریمور میگن. شیشته آرام است، کدام فعالیت ولنتری یا ارادی در عزمش نیست. نوع دوم رعشه اکشن تریمور هست. مثلا نیکزاد صاحب که است آرام است، خوب است، وقتی که قلم در دست میگیره میخواه نوشته کنه دستش این قسم تکان داره. این را به نام اکشن تریمور میگن، یا رعشه که در جریان اجرای عمل پیش یک فرد ایجاد میشه. خب رستینگ تریمور معمولا پیش مریضای پارکینسون است. نیکزاد متوجه هستی دوستان؟ رستینگ تریمور اکثرا پیش مریضای پارکینسونیسم است. پارکینسونیسم چی حالت را میگن؟ بعضی اوقات در بعضی از نواحی بدن که در کنترل حرکات ارادی نقش داره، نیورون ها دچار دیجنریشن و استحاله میشه. در سیر این دیجنریشن و استحاله افراد اشخاص در کنترل حرکات ارادی و در کنترل موازنه خود مشکل می داشته باشد. محراقای را به نام سابستانسیا نگرا میگن. سوی دوپامین اینجا کم میشه. وقتی که کم شد مریض امکان داره در سیر از این 4 دریافت کلینیکی را داشته باشد. نمبر اول تریمور، لرزه در دست، یک دست، دو دست، هر دو دست، سر، لب و تا تمام بدن. دو، مریض برادیکاینزیا می داشته باشه. وقتی که بخوای از جای خود بلند شوه حرکات بسیار است، یا میگی مرا گلاس هوا برات میته بسیار حرکت آهسته است، در حالی که یک عادت نرماله که بگی میگم. دو، سوم، مریض ریجیدیتی می داشته باشه، شخی، کاکویل ریجیدیتی. وقتی که بخوای دستش با حرکت پسیف واس کنی شخ است. و چهارم، مریضا امکان داره که postural instability داشته باشه، موازنه خود گرفته نمیتونه، امبالانس داره، از جای خود اگه میخواه بخیزه خود گرفته نمیتونه، امکان داره قلب کد بفته. پس 4 دریافت کلینیکی که رعشه یا تکان، کاهش حرکت، عدم ثبات و موازنه و در پلی از او شخی در عضلات وقتی که پیش یک فرد موجود بود، این از جمله 4 پایه تشخیصی پارکینسونیسم هست. این مریضا معمولا با اجرای فعالیت‌های ارادی حرکاتشان امکان داره که بهتر بسازه خوده. مریض اگه وقتی بخواه نشته کنه حرکتش خوب است، وقتی که رست باشه بدتر میشه. نوع دوم رعشه یا لرزی که پیش افراد و اشخاص ایجاد میشه او عبارت از اکشن تریمور هست. اکشن تریمور در اشکال مختلف پیش افراد امکان داره که با وجود بیاید. در اشکال مختلف. مثلا یک فرد است وقتی که میل داره، عزم داره که اگر حرکت ارادی را اجرا بکنه، با حرکت ارادی میبینی که رعشهش زیاد میشه، در حالی که در حالت استراحت کاملا آرام است، کاملا راحت است. این در سیر یک سلسله تشوشاتی که در مخ و مخیخ پیش افراد واقع میشه. مثلا کسی که تومور داشته باشه، سکته مغزی داشته باشه، مولتیپل اسکلروز داشته باشه، کسایی که به طور مثال انتانات این نواحی مغز را داشته باشن، کدام اسپسیکوپایلوژن یا کتله او ساحه مغز را احاطه کرده باشه، امکان داره که حرکات را در جریان عمل پیش افراد با لرزش ایجاد بکنه. رعشه امکان داره که بعضی اوقات پیش افراد اشخاص سیچویشنال باشه یا وضعیتی باشه. 3 نوع رعشه سیچویشنال یا وضعیتی ما شما داریم. 1 فیزیولوژیک، 2 اسنشیال تریمور یا پرایمری تریمور، 3 پوسترال تریمور. پوسترال تریمور چی را میگه؟ مثلا میگه من از جایم که میخیزم پایم تکان میخوره، پایم قدرت نداره، من حس میکنم که مفتم، من حس میکنم خود گرفته نمیتونم، قرار است چپه شوم. این را به نام پوسترال تریمور میگن. افراد اشخاص امکان داره که پرایمری یا اسنشیال
تریمور داشته باشه. اسنشیال تریمور به حالت میگه که به شکل ارثی مرض پیش فرد موجود است. امکان داره که در یک عضو یا در یک مثلا در یک طرف یا دو طرف موجود باشه. تاریخچه فامیلی این حالت در اعضای فامیل فرد موجود است. در حالاتی که فرد نارام باشه، مریض باشه، پریشان باشه، جگرخونی باشه، زیر فشارهای روحی و روانی باشه، امکان داره که بدتر شود. افراد اشخاص اگر راحت بود، آرام بود، یک کمک استرس انزایتیش کم بود، شادمند بود، امکان داره که بهتر شود. جدی نیست، قابل تشویش نیست، قابل نگرانی نیست. پریمیدون و دپولیازو پروپرانولول بعض اوقات به شکل طولانی مدت بر افراد اشخاص به خاطر تداویش استعمال میشه. تریمور امکان داره به شکل فیزیولوژیک باشه. مریض مرض نداره، مشکل نداره، ولی رعشه داره. یک رعشه فیزیولوژیک است، مشکل نیست. مثلا گاهی اوقات ما شما میگه طور من ترسیدم تو یک خبر بعد بود که دست و پای برگواره میلرزید. راست میگه. بعض اوقات سیستم سمپاتیک تو که یک دفعه ناچار فعال شه، خبر ناگوار را بشنوی و تو در حالت فایت اند فلایت و جنگ و گریز باشی، تو لرزه پیدا میکنی و یک لرزه فیزیولوژیک هست. انواع دیگه رعشه همچنان وجود داره. ما امکان داره که فانکشنال تریمور داشته باشیم و ما امکان داره که آسترکسیس یا فلپینگ تریمور داشته باشیم. این در تشوشات متابولیک پیش افراد اشخاص ایجاد میشه. مواد سمی و زاری در خون که زیاد شد مانع خون مغزی را یعنی بلاد برین بریر را عبور میکنه و در نهایت یک سلسله تشوشات را در سیستم اعصاب مرکزی فرد ایجاد میکنه. فرد امکان داره تمرکزش خراب باشد، توجهش خراب باشه، حافظهش خراب باشد، در ضمن از اعشاب داشته باشه. مریض میگه دستای تیپ تو بگی. وقتی که بهتر مثال تو میگیره این به این حالت دست خود نگاه نمیکنه. پایان این به نام فلپینگ تریمور یا آسترکسیس میگن. کسی که گردش مشکل داره، کسی که جگرش مشکل داره، یعنی به اندازه مشکل داره که دیگه به طرف ناکامی و عدم کفایت رفته. کسی که قلبش مشکل داره، کسی که سوی اکسیژنش کم است، کربن دی اکسایدش بلند هست، امکان داره حالت را داشته باشه. کسی که در حالت‌های مثلا ما قبل کوما هستن، امکان داره آسترکسیس یا فلپینگ تریمور داشته باشه. و بعض اوقات تریمور یا رعشه امکان داره که ساید افکت یا عوارض جانبی بعض دوا باشه. مثلا دوای را فورمیترول میگن، سالمیترول میگن، سالبیتامول میگن. بعض دوایی که الکترولایت امبالانس ایجاد میکنه، یعنی بعض سوی پتاسیم و کلسیم مثلا در خون تا بالا میکنه. اینا امکان داره که منعی عوارض جانبی بر مریض رعشه ایجاد کنه. دوای عصبی امکان داره که رعشه ایجاد بکنه. ولی گذری هست با قطع دوا امکان داره این حالت به طرف بهبودی بیانجامه. در ضمن از این مسائل و مفاهیم امکان داره بعض اوقات پیش افراد اشخاص تریمور به شکل فانکشنال موجود باشه. بعضی کساس استراب دارن، استرس دارن، افسردگی دارن، اسکیزوفرنیا دارن، سوماتایزیشن دارن. در پلی از او بهتر مثال امکان داره افراد اشخاص حالتایی را مثل سوماتوفورم داشته باشه. ولی دوستا بگویی دکتر چقدر اصطلاحات طبی فیر کرد؟ توضیح میتونم، دانه دانه آقا توضیح میتونم. شکر بخو، حوصله بکو. بعض افراد اشخاص از استراب دارن، بیقرار است، در مورد یک موضوع به حد تشویش میکنه، نگرانی داره، دلش رشکی میشه، گپ خورده یعنی قدر بر خود میسازه. 24 ساعت فکرش در یک موضوعی هست که این اهمیت داره ولی به او اندازی که فرد فکر میکنه نه، کیفیت زندگیش خراب میکنه، کارکردهای اجتماعیش به چالش مواجه میسازه، فرد پرخاشگر بی‌حوصله میکنه، تمرکزش گدوت میکنه و نمیمانشه که من از یک آدم فعال بدراشه. افراد اشخاص امکان داره که استرس داشته باشن و قبل از اینکه ما بالای استرس صحبت بکنم انواع مختلف استراب ما داریم. ما استراب اجتماعی داریم، ما استراب به طور مثال ترس از اشیاء مشخص داریم. یکی است که بیش از حد از مرگ میترسه، یکیش بیش از حد از یک مار میترسه، یکیش بیش از حد از یک تاریکی میترسه، یکیش بیش از حد از یک مرض میترسه، یکی هست که به طور مثال بیش از حد از یک جای حبس و تاریک میترسه، کسی هست از ارتفاع بیش از حد ترس داره، کسی هست که از مثلا فکر کو که از جدا شدن از نزدیکای خود ترس داره. یعنی انواع مختلف فوبیاها و ترس‌ها امکان داره در نزد افراد اشخاص موجود باشه. مثلا مریض نکتوفوبیا امکان داره داشته باشه، تنتوفوبیا امکان داره داشته باشه، امکان داره که مریض به طور مثال اکروفوبیا داشته باشه، اگروفوبیا داشته باشه.
امکان داره مریضا پنیک اتک را تجربه کنه. میگه بعضی اوقات تو یک حالت ترسناک پیش می ایجاد میشه، قلبم میپره، دست میلرزه، سرم تکان می، وجودم داغ میاد، دانم خشک میشه، پای از دم از پای میره، فکر میکنم چپه میشم، میرم میمرم، و فکر میکنم اینجا ما کس خفک کرده، وجودم سرخ میاد، داغ میاد، جا تا گشتم، مشکلم حل نشد. بله مشکل تو حل نشد آقا، به خاطر از اینکه تو خودت به خاطر حل این مشکلت اقدام نمیکنی. افراد اشخاص استرس دارن. در افغانستان یک اسب معمول است، متاسفانه ما شما این در ذات ما هست، پتکه میکنیم سرش او توهین میکنیم طفلا، سیاست میکنیم سرش، یا استاسا سبب میشه که فرد استرس پیدا کنه، یک حس ناخوشایند در بدنش باقی باشه که اجراءات و کارکرد فرد را به مشکل مواجه بسازه. همیشه مریض تو نارام می باشه، بیقرار می باشه، میگه حالا مثلا من گپ بزنم گپم غلط نشه، صحبت بکنم صحبتم اشتباه نشه، در مجالس ظاهر شدن نمیتونه، درس تشریح کردن میتونه، در مکتبم تنبل شو بوده، تخته اکسپوز نشده. استادای محترم باید بسیار زیاد باید کار بکنن سر شاگردا که برای تخته شاگردا بخواین، شاگرد برای جرأت داده شه و وقتی که او غلط هم گفت بگو بچیم بگو، تا اینکه بالاخره استاد تا در میادین اینا به چالش مواجه نشن. بسیار کساس خیلی مجتهد هستن، تنها که یک نفر باشه چنان از دانش آتش میپره، ولی در یک مجلس و محفل که قرار بگیره میبینی که به طرف مثال آن چیزی که به یاد داره او را فراموش میکنه، پرفورمنس انزایتی یا استراب در اجراعات می داشته باشه. بنابراین این افراد امکان داره که لرزه و دست داشته باشه و هرگاه روح و روان از اینا اصلاح شد بدون شک رعشه و لرزش هم اصلاح میشه. خب حتما نگزاد از من سوال میکنه که تریمور یا رعشه را ما چگونه مورد تداوی قرار میدیم؟ نظر به آن کاز است، نظر معامل است. آیا رعشه یا لرزه پیش ما در سیر استراب است، در سیر استرس است، در سیر افسردگی هست، از بابای ما برای ما میراث مانده، در سیر به ترمسال کاهش شکر است، در سیر بلند رفتن شکر است، در سیر فلج گرده است، در سیر مشکلات قلبی هست، در سیر کاهش اکسیژن است، در سیر بلند رفتن کربن دی اکساید هست، در سیر به ترمسال موضوعات ارثی و ژنتیکی است. چرا لرزه داریم؟ با اصلاح عامل امکان داره که در رعشه یا در ضد اجتماع بهبودی ایجاد شود.